سفر پرزیدنت تاجیکستان به ناحیه عینی بدون رقص و سرود دایر می شود. خوانندگانی که طول 2 ماه برای پیشواز گرفتن پرزیدنت تیاری می دیدند همه را خانه به خانه جواب دادند. در این باره چند منبع نزدیک به مسئولان آماده سازی این سفر خبر دادند اگر این خبر راست باشد سفر امام علی رحمان به ناحیه عینی نخستین سفر او به نواحی خواهد شد که بدون دبدبه و تنتنه خاکسارانه خواهد گذشت. این منابع چنین تصمیم را به موج نو کرونا ویروس در کشور و در گذشت خواهر پرزیدنت قربانی رحمان و در یک هفته پیش رفت می‌دهند. در نظر است که امام علی رحمان برای افتتاح چندین انشاءات جشنی روز 28 ایول به ناحیه عینی ولایت سوخت سفر کاری انجام دهد. گفته می شود این سفر کاری پرزیدنت در حالی است که 2 ماه باز خوانندگان مکتب‌ها و کارمندان ساختارهای دولتی در ناحیه عینی برای پرشکوه پیشواز گرفتن پرزیدنت تمرین داشتند، ولی سفر این دفعه پرزیدنت بنا به اطلاع دریافته به تنتنه خاص دایر می‌گردد. یک منبع از حکومت ولایت سوخت به شرط برده نشدن نامش به پایگاه خبری بامداد گفت در نظر است که سرور دولت سانحه 28 ایول جهت شناسایی با وضع زندگی ساکنان به ناحیه آمده در مراسم افتتاح چندین انشاءات جشنی از جمله افتتاح پرچم و نشان در مرکز ناحیه، افتتاح ورزشگاه و حوزه شناوری در نزد فرودگاه ناحیه عینی، افتتاح باغ اینتنسیوی در دهه سنگستان اشتراک کند. او افزود در اول نقشه‌ها دیگر بودند، باید پرزیدنت را با یک تنتنه خاص پیشواز می‌گرفتند، ولی با سبب بیماری کرونا ویروس و درگذشت خواهر پرزیدنت برنامه دیگرگون کرده شد، میگوید منبع ما. در ادامه او ابراز داشت که به خاطر پیشوازگیری پرزیدنت کارمندان تمام ساختارهای دولتی و خوانندگان مکتب جلب گردیده بودند که طول 2 ماه تمرین داشتند، ولی همه آنها را جواب دادند زیرا دستور آمد از دوشنبه که سرور دولت به طور عادی پیشواز گرفته شود. در اول گفته میشد که پرزیدنت ماه مارت در عید نوروز به عینی میآید، بعدا به عید وحدت گذاشته شد، حالا 28 ایول مقرر گردیده است. این سفر پرزیدنت در حالی است که چند سال قبل هنگام سنگ اساس گذاشتن به کارخانه تالک و گل امام علی رحمان مسئولین را به خاطر جلب کردن خوانندگان مکتب سرزنش کرده بود که چرا در این سردی خوانندگان را جلب کردید. ناحیه عینی یکی از ناحیه‌های صنعتی تاجیکستان به حساب می رود که پس از شهر دوشنبه دومین پرکننده بودجه گفته می شود. حالا در ناحیه عینی چندین کارگاه‌های صنعتی از جمله کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا، کانهای داوبه شرقی و قمرق بالا، شرکت طبیعه، ساختمان کارخانه تالک و گل و چندین کارخانه‌های استحصال انگشت از قبیل فون یغنوب، فراز و تالک و ریسورس فعالیت می‌کند.